خانم رجوی، شما امروز به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران این جایگاه را در اختیار دارید. معنی این جایگاه به عنوان یک زن چیست؟ آیا زنان می توانند صلح و زیبایی را به ارمغان بیاورند؟ مقاومت ایران و مردم ایران خواهان صلح، برادری و همزیستی با همه کشورهای برادر و عرب و مسلمان منطقه هستند. زن ستیزی ویژگی برجسته در واقع بنیادگراها و ملاهای حاکم بر ایرانه. ما به عنوان اولین قربانیان اون بودیم، بنابراین ما بیشترین انگیزه رو داریم برای برقراری صلح، امنیت و برابری. بنابراین من تاکید میکنم که ما اعتقاد داریم که زنان نیروی تغییر هستند. زنان در صف مقدم مقابله با بنیادگرایی و استبداد دینی هستند.